السلام علیکم دوستان عزیز، خوب هستین؟ خوش آمدین. بیاین یک چیزی رو برای شما توضیح دهم. ما امروز رفتیم یک خربوزه گرفتیم، میگه خربوزه مزار. خربوزه مزار هم که است ماشاءالله. آی کمر باور کو خیلی سنگینه، خیلی کلانه. نگاه کو که بیخی کمر ما درد گرفت. و این ما و خیر انشالله در حضور شما یک چاقو میزنیم که این خربوزه با این کلانی چی تویش خواهد بود. همراه ما باشید. خب از قدیم اینا چی میگدن؟ اوه چه نرمه. خب ماشاءالله از رقمش معلوم میشه که خربوزه آبدار و خوبی هسته. بریم بسم الله که سعی کنیم چی برمی از این خربوزه. ماشاءالله چه خربوزه یه خوب محکم، مقصد مشتی کلان است ها. این همراه ما باشید دوستای عزیز. خربوزه رو ما باز کردیم و شما ها نگاه کنید. ماشاءالله ببین این خربوزه واقعا خوردن داره، جای شما خالی مثل عسله. باش مزه کنم که نگویید که از پیش خودتون بودم. این دیگه چیزی هم خربوزه مزار که میگه دوستای عزیز، اینی خربوزه مزار است. جایتان خالی، بایم نداره. دانه 70 روپه است، 80 روپه است، 50 روپه است، 20 روپهش هم است. مگم این چیزا با دوربر 80 افغانی میشه خرید.